سلام دوستان عزیز، برنامه خش را با سخن سری گزارش‌های ترانسفری فوتبال مهن شروع می‌کنیم. چطوری پیشتر گفته بودیم، فوتبال بازی منتخب تاجیکستان شهرام سمیف در مشق‌های دسته‌جمعی تیم کشور مولداوا قرار داشته بود. همکنون باشد رسما معلوم گردید که شهرام سمیف با دسته زیمروی مولداوا قرارداد به امضا رسانید. سنجر رخسیبویف باشد روزهای نزدیک به صف تمرین‌های بانکداران همراه می‌گردد و روی قرارداد همکاری یک ساله امضا می‌گذارد. این بازیگر تمدید شرطنامه با اسخط خواهد کرد. همچنین صف تیم اسخط را بازیگر جوان پرویز علیف بعد ادای خدمت حربی پررو نمود. همچنین اطلاع رسیده است که گویا سابق سرمربی روشنی کلوب بایر اگامبردیف سرمربیگی تیم کوکتاش ناحیه رودکی را به گردن گیرد. اگر جانب‌ها به موافقه رسند، بایر اگامبردیف کار را در دسته شروع می‌کند. برنده مدال‌های برنجی موسم قبلی لیگ عالی مملکت باشد رسما اعلان نمود که زهرالدین محیدینوف پیراهن باشگاه خوجند به بر کرده است. دروازه‌بان با مهارت 17 ساله دستپروری مکتب فوتبال ناحیه جبار رسولوف بوده در موسم قبلی شرف تیم غولک‌انداز را حمایت می‌کرد. این تیم در لیگ دوم تاجیکستان در منطقه سوخت برآمد می‌کرد. در تیم خوجند زهرالدین تحت رقم 76 برآمد خواهد کرد. بعد اعلام کنی این ترانسفر میتوان گفت که در شمالترین کشور اروپا غیر از ارلینگ هالند باز فوتبال بازان شناخته هم بودند که در ایورو فوتبال مقام خاصه خود را دارند. مثلا شیلدروپ نروژی توانست که به لیورپول نبگوید و به بنفیکا گزارش کند. دستش نورشلند دانیوی از گزارش نیمه‌نهایی 18 ساله خویش 14 میلیون یورو گرفت و بنفیکا با اندرس شیلدروپ همه کارهای حجتگذاری ها را درست نمود. چگونه که فابریسیو رومانو خبر می‌دهد، بازیگر بعد گذشتن از معاینه طبی با بازیگر قرارداد مهلتش تا سال 2028 نوشته شد. نورشلند همچنین 20% مبلغ فروش من بعده بازیگر را به دست می‌آورد. پیشتر باشد نسبت این نیمه‌نهایی 18 ساله لیورپول سخت مراق ظاهر کرده بود، اما شیلدروپ دسته سابق داروین نونیز را انتخاب نمود. باید اشاره نمود که اندرس یکی از بازیگران آینده‌دار اروپا دانسته شده چون ادگاری نو معروف است. از فضای فوتبال کشور پهناور روس باشد تا حال گریز بازیگران خارج ادامه دارد. این نوبت سابق دروازه‌بان زنیت ایوان کوارژما طریق اجاره به واسکو دا گاما پیوست. واسکو دا گاما هم از اجاره کوتاه مدتی دروازه‌بان کارینتیانز اعلان نمود. نفری که چند پیش از پتربورگ به کارینتیانز رفته بود. قرارداد کاری با دروازه‌بان 25 ساله برزیلی با باشگاه از ریو د ژانیرو تا آخر دکامبر سال 2023 است. فوتبالباز تاجیک تبار دارای شهروندی روسیه محمد سلطانوف باشد با همراهی لتالک دستش را ترک نمود. این نوبت محمد ترپیدا را ترک نمود و با همین از کشتی در حال غرق شوی قرار داشته راه گریز را پیش گرفت. شرطنامه با دامین لتالک 32 ساله و محمد سلطانوف با رازیگی طرفین بکار کرده شد. سلطانوف 30 ساله یک پاس نتیجه بخش در 12 بازی اخیر ارسالی همدستگان نموده است. عین حال باشد شرف دسته رادینه را سلطانوف از لیگ یکم حمایت می‌کند. خود تیم ترپیدا باشد 6 گل از 17 بازی‌های میر پرمیر لیگ روسیه به دست آورده در زینه آخر جدول چمپیونات روسیه قرار دارد. گرگان انگلیسی باشند در بازار زمستانی کم اندر کم بکار بودند و با وجود محدودیت‌های مالیوی توانستند شماره برزیادی بازیگران میانه حال را به دست آورند. اینجا میتوان از آمدن ماریو لیمینا به صف وولورهمپتون از نیتسا بر عوض 10 میلیون یورو مثال آورد. سابق نیمه‌نهاییگر یوونتوس با جانب وولفز شرطنامه 2.5 ساله با امکان تمدید کنی به یک سال دیگر امضا کرد. در انگلیس باشد پیشتر از این لیمینا در صف ساوثگمپتون و فولخم بازی نموده، همچنین امکان پیدا نموده است تا با پیراهن‌های یوونتوس و مارسل هم افتخار از کسب فوتبالی کند. وولفز همچنین با سرابیا از PSG بر عوض 5.2 میلیون یورو به مهلت 2.5 ساله شرطنامه بست. در موسم جاری لیگ یکم فرانسه باشد پابلو سرابیا اسپانی 14 بازی گذرانیده است.
دسته دیگری زیاد مصرف کننده در خریداری بازیگران میانه حال البته لیدز یونایتد می باشد که ناوابسته از خریداری هایش در جدول فقط و فقط پایین می رود. باخت اخیر لیدز در رقابت‌های جنگلی اخیراً به آن آورده رساند که این تیم تا سطح اورتون خوار و ذلیل بگردد. در بازار ترانسفری باشد برای جسی مارشی الکی بکار مانده بر عوض 40 میلیون یوروی رکوردی حمله‌ور منتخب جوانان فرانسه U21 و هافنهایم ژورژینیو ریوته را خریدند. شرطنامه با بازیگری 20 ساله تا تابستان سال 2028 مهلت داشته. او در تیم نوش صاحب رقمی 24 است. لیدز یونایتد اگر از بازار دستی خالی نآید، رقیب اساسی این تیم ناتینگهم فارست هرگز قرار نخواهد ایستاد. جنگل بانو از ناتینگهم همانا پاسخی دقیق داده بعد خرج 20 میلیون یورو در خریداری نیم حمایتگر پالمیراس دانیلو از 25مین ترانسفرشان به همگان درک دادند. اوید گزارش نیم حمایتگر 21 ساله از انبوه جنگلزاران صدا بلند شده شرطنامه تا تابستان سال 2029 است. در سال غوطه‌ور شده در جام جهان دانیلو 28 بازی در لیگ عالی برزیلیا گذرانیده یک بار بعد ضربه دقیقش توپ داخلی دروازه شد. فارست همچنین کریس وود را با حق خریداری از نیوکاسل به اجاره گرفت. خودی زاغان باشد این حمله‌ور را یک سال پیش از بیارلی بر عوض 25 میلیون پوند خریده بودند. طبق نقطه های قرارداد حمله‌ور 31 ساله باید که تابستان سال 2024 حتما خریداری شود و حجم این مبلغ به گفت 15 میلیون پوند را تشکیل می‌دهد. در موسم جاری چمپیونات انگلیا بازیگر منتخب زلندیای نو در صف زاغان 18 مرتبه وارد میدان شده 2 گل هم زده است. چون خلاصه اینجا میتوان گفت که ناتینگهم فارست با انجام دهی پیوسته گزارش‌های خود به چنگکشک تبدیل یافته است، زیرا خریداری‌های بازیگران میانه حال از جانب این تیم به مثال کاری چنگکشک تنها جمع کردن چنگ و غبار است. هرچند که فارست بیش از 25 بازیگر نو در این موسم آورده باشد هم در جدول شماره خالهایش حتی از شماره فوتبال بازان نوش کمند. فارست با 24 خال عین حال در زینه 13 است. خود قضاوت کنید که با وجود 25 بازیگر نو دسته تنها 24 خال دارد. این معنای آن را دارد که هر یک بازیگر نو حتی نتوانسته است که اقلاً بهری به دست آوردن یک خال دستوی سهمگزار باشد. در این موردها حتی مالهای دستی دوم و یا سکند هند بازار افتوکزل قربی بیشتر پیدا می کنند. بیتیسی پریمیرا باشد در این زمستان توانست که دفاعگر برزیلی ابنر سانتوس را بهر بادرینگ از بنان جدا نماید. باشگاه فوتبالی بیتیس و یا دسته معروف با تخلص بادرینگ ها از گزارش دفاعگر تیم برزیلی اتلتیکو پاراناینس ابنر سانتوس اعلان نموده بازیگر 22 ساله در اسپانیا صاحب شرطنامه کاری انجامش در ماه ایون سال 2029 شد. ابنر سانتوس 152 بازی در صف اتلتیکو پاراناینس گذرانیده با زدن 5 گل و ارسال 18 پرتافت گلی دست یافته است. در صف منتخب برزیلیا باشد ابنر در المپیاد سال 2020 به پیروزی رسیده همچنین صاحب جام آمریکایی جنوبی شده است. از بازیگران روس اگر در اروپا سخت خرسند نباشند، برعکس این کار فوتبال بازان اوکراینی را در جهان کهن سخت به آغوش میگیرند و چنین رفتی کار درست هم به چشم میرسد، زیرا مالینوفسکی و زینچنکو از چریچف و میرانچوک از روی دلخواه آمار و جایزه ها 10 سر و گردن بالایند. این نوبت باشد بازیگر منتخب اوکراین ویکتور سیگانکوف به صف ژیرونا پیوست. هرچند که دینامو کیف از این گزارش 5 میلیون یورو و 50% مبلغ فروش منبعد بازیگر به دست می آورد، ولی خودی ویکتور باشد منبعد در اسپانیا در برابر رئال و بارسلونا در میدان به مبارزه می براید. شرطنامه کاری با بازیگر اوکراینی 25 ساله تا سال 2027 مهلت دارد. در موسم جاری سیگانکوف 13 بازی در چمپیونات اوکراین گذرانیده با زدن 6 گل و ارسال 5 پاس گلی دست یافته است. خریدکنی های زمستانی زنبورها از شهر دورتموند هم به مثال برآمد موسمی این تیم هیچ معنی ندارند. باید اشاره نمود که بروسیا چند پیش دفاعگر اونیون برلین یولیان رویرسون را به عوض
5 میلیون یورو خریداری نمود. دعوتی دفاعگری نوی سمت راست البته که به خاطر جراحت تمام مینیه عملی کرده شد. رویرسون با دورتموندی ها شرطنامه کاری تا سال 2026 امضا نموده در صف زردپوشان تحت رقم 26 برآمد میکند. در صف اونیون باشد هموطنی هالند از سال 2018 این جانب برآمد نموده در موسم جاری 21 بازی در صف دسته از شهر برلین گذرانیده است. بنفیکا پیش از آنی که انسو فرناندز را به چلسی روان کند از بازگشت دستپروری خویش گانسالو گیدش اعلان نمود. از همین بازیگر سال 2017 بر عوض 30 میلیون یورو به صف PSG پیوست، اما به تیم پرتغالی باشد از وولورهمپتون بازگشت نمود. باشگاه پرتغالی بازگشت نیم حمایتگر 26 ساله را اعلان نموده در مورد جهت‌های این گزارش معلومات نداده است. پیشتر باشد مایس فوتبال نوشته بود که بنفیکا و وولفز عاید اجاره گیدش گفت و شنیدها دارند. گانسالو دستپرور بنفیکا بوده در سیستم این باشگاه از سال 2005 تا سال 2017 فعالیت کرده است. بعداً بر عوض 30 میلیون یورو به صف PSG پیوست. بازیگر پرتغالی به صف وولفز تابستان سال 2022 گزارش نموده شرطنامه 5 ساله امضا نموده بود. گیدش همچنین در مسیر 4 سال دیگر از سال 2018 تا سال 2022 شرف باشگاه والنسیا را حمایت می‌کرد. بورنموث باشد بر عوض 22.5 میلیون یورو دنگاوتر 20 ساله را از لاریان فرانسوی دعوت به تیم کرد و شرطنامه 5.5 ساله نیز با این بازیگر نوشته کرد. بازیگر منتخب بورکینافاسو در همین موسم 6 گل و 5 پاس گلی در 18 بازی‌های لیگ یکم با آمار گرفته است. روشن است که در بیشتر موردها بازیگران چمپیونات فرانسه در انگلیا خوب می‌درخشند، ولی از این نفر افریقایی تا حال چیزی گفتن بر وقت است. نماینده دیگر انگلیس های سرکار در بازار باز دست داخل جیب نمود و بازیگری نوی نوبتی خرید. وست هم یونایتد از گزارش اینگز از استون ویلا بر عوض 12.3 میلیون پوند استرلینگ اعلان نمود. حمله‌ور 30 ساله با تیم نوی خویش شرطنامه مهلتش تا سال 2025 امضا کرد. به صف استون ویلا باشد دنی اینگز که در گذشته در لیورپول نیز بازی میکرد از ساوثگمپتون سال 2021 بر عوض 25 میلیون پول ملی بریتانیای بزرگ گزارش انجام داده بود. در صف استون ویلا باشد بازیگری نام برده در 18 بازی‌های موسمی پرمیر لیگ انگلیا شرکت کرده است. این بود پایانی برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.